مطمئنم برای خیلی از ما پیش اومده که تو پروسه کاریمون گیر میافتیم، یعنی چند تا گوشی تعمیر نمیشه، میره رو اعصابمون، سردرگم میشیم، گیج میشیم، نمیدونیم چیکار کنیم، نمیدونیم کدومو بزنیم، مشتری میاد کلافمون میکنه و از این داستانا. توی این ویدیو میخوام چند تا راهکار بسیار ساده بگیم که مسلما همشو میدونیم، اما یک تلنگریه که بتونیم ازش استفاده بکنیم کارامون رو بهتر انجام بدیم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه از کانال دیسی فیکس. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید. این زیرم برام بنویسید که شما چقدر در طول روز این اتفاق براتون میفته. اینکه چند تا گوشی پشت سر هم تعمیر نمیشه، میز کارت میشه این شکلی. البته که این میز کار برای خیلی چیز عادیه، این شکلی از میز کار، تازه این خیلی منظمه و برای خیلی این چیز عادیه و افتخارم هست به عنوان یک تعمیرکار. باید میز تعمیرکار این شکلی باشه، باید نمیدونم همه چیز تو هم باشه، به خدا این شکلی نیست. توی این ویدیو میخوایم چند تا راهکار بسیار ساده راجع بهش صحبت بکنیم که چی کار بکنیم. تو لایوهای تمرین هدفمندم راجع بهش حرف زدیم، توی اینستاگرام راجع بهش صحبت کردم، اما این ویدیو به صورت مجزا بهت میگه که 3 تا کار بسیار ساده رو انجام بدی بهتر میتونی کاراتو پیش ببری. اولین و ساده ترینش که هممون میدونیم و بسیار پیش پا افتاده است و پس ذهنمون داریم، تقسیم بندی کارامونه. بدونیم چه کاریو دست بزنیم، کدوم کار الان اولویت داره. حالا از نظر تایمی میتونیم بررسیش بکنیم، از نظر کاری میتونیم بررسیش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشتری خیلی وقت آورده الان باید انجام بشه، یا اینکه قطعات مورد نیاز تعمیر این دستگاه رو الان من توی دفترم یا محیط کارم دارمش و میتونم خیلی سریع انجامش بدم، یا نباید سفارش بدم پس زمان میبره، پس دست زدن به اون گوشه الان مهم نیست یا اولویت نیست. یا از نظر سختی کار میتونم اولویت بندی و زمان بندی بکنم، ببینم اون دستگاه اگر بسیار ساده است خیلی سریع به درآمد برسونمش، سریع انجامش بدم، یک باری از روی دوشم برداشته میشه. و مهمترین نکته توی این پروسه اینه که بدونیم چه دستگاهی رو الان میتونیم دست بزنیم و باید دست بزنیم، یا چه دستگاهی رو نباید الان دست بزنیم. حال بدی، نمیدونم، هر چیزی که میتونید اسمشو بذارید. هر کدوممون یه تایم خاصی برای خودمون در طول روز داریم که حالمون خوبه یا حالمون بده. خیلی پیش پا افتاده است این داستان و این راهکار، نه؟ اما مطمئنا خیلی همون اصلا رعایت نمی‌کنیم. هر چی کار اومد میاد رو میزمون، باز می‌کنیم، شروع می‌کنیم به زدن این وسط اون وسط این و نمیرسیم هیچ کدوم از کارا رو انجام بدیم. دومین راهکار اینه که خودم با این دومین راهکار یه مقدار مشکل دارم. گاهن چندین ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت من یه سره پشت این میز نشستم دارم روی گوشی کار میکنم. این دومین راهکار یه برنامه یه زمان بندی کاره که اسمش هم یادم نیست. شما بایستی تایم های کاری تو تقسیم بندی بکنی. یعنی چی؟ 25 دقیقه کار با تمرکز بالا، بدون رفتن تو ماتریکس، بدون دست آوردن تو گوشی، بدون کارهای حاشیه‌ای، فقط سر یک کار 25 دقیقه وقت میذاری. 5 دقیقه استراحت کوتاه، دوباره 25 دقیقه کار مشخص و مرتب، دوباره 5 دقیقه استراحت کوتاه. 4 بار که این کار رو انجام دادیم یک استراحت طولانی تر انجام میدیم، مثلا 20 دقیقه یه ربع استراحت خوب میکنیم، یه چرخی میزنیم، دوباره این کار رو در طول روز انجام میدیم. به جای اینکه شما 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت یه سره پشت میز کارت نشسته باشی و خسته بشی از کار کردن و دست آوردن تو گوشی مشتری یا کار کردن رو گوشی مشتری، این باعث میشه که شما بتونی ذهنتو آروم بکنی، روی کارهایی که میخوای انجام بدی فکر بکنی، رو ایبیابی هایی که به نتیجه نرسیدی فکر بکنی، بررسی انجام بدی و بتونی نتیجه بهتری تو کارت بگیری. راهکار سوم که من خیلی روش حساسم، به کرات توی تمرین هدفمند راجبش حرف زدم، توی اینستاگرامم راجبش صحبت کردم، منظم بودن محیط کار و میز کاره. خیلیا همونطور که اول ویدیو گفتم، خیلیا فکر میکنن اصلا شلوغ بودن میز یعنی گولاخ بودن تعمیرکار یا بهتر کار کردن و از این داستانا. ولی اینو بهتون قول میدم، اگر میز کارتون شلوغ باشه نمیتونی تعمیرکار خوبی باشی، نمیتونی نتیجه خوبی از کارت بگیری، نمیتونی حس درست درمونی تو کارت داشته باشی. نکته‌ای که توی خیلی از ویدیوهایی که من به صورت لایو میگیرم توی یوتیوب میذارم یا لایو هایی که تو اینستاگرام و یوتیوب میذارم متوجهش میشی، یه پنسم نیست. همون لحظه حال من بد میشه. همون لحظه اگر در حین تعمیر یک دستگاه باشم، تو ذهنم یک پروسه ایبیابی رو طراحی کرده باشم، همه چیز میپره، رشته افکارم پاره میشه، ممکنه با همکارم بحث بکنم، داستانی به وجود بیاد. پس بهترین کار اینه که میز کارت همیشه منظم، محیط کارت منظم باشه، از
سر و صدا و داستانهای محیط اطراف یه مقدار دور باشی به عنوان یک تعمیرکاری که باید ذهنش آروم باشه و از طرف دیگه بین کارها میزت رو در طول روز مرتب بکنی. چالشی که همه ما تعمیرکارا باهاش مواجهیم، گاهن خودم وسط کار یهو همه چیز به هم میریزه، چند تا کار با هم میاد، کارهای همکارام میاد، کارهای خودم، نمیدونم تلفن جواب بدم، ویدیو ضبط کنم، همزمان چندین و چند کار اتفاق میفته و توجیهش میکنم که میز کارم الان کثیفه ولش کن مهم نیست. اما اگر این وسط یه قطعه بیفته یه جای میز دیگه نمیتونم پیداش کنم و به شدت رو فکر و ذهن من اثر میذاره و باعث میشه که تعمیرات بعدی خوب نتیجه نده یا نتیجه دیرتری ازشون بگیرم. اکثر اینجور موارد و مطالبی رو من توی لایو ها گفتم و معمولا در قالب یک پست نذاشتمش. دوست دارم که توی چنل یوتیوبم جدایی از بحث تعمیرات، حالا مهارت های تعمیراتی و تعمیر کردن و آموزش اون، به این موارد هم بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم. نظر شما چیه؟